یو چه خبر، بیاید با هم راجع به حاشیه حرف بزنیم. حاشیه یکی از اون کلمه‌هایی شده که وقتی اصلا به کار میبریمش معلوم نیست داریم به چی اشاره میکنیم. خیلی جاها همین کلمه بار منفی داره، یعنی اینکه وقتی میگیم فلان چیز حاشیه است یا مثلا فلانی نرو تو حاشیه، داریم میگیم که مثلا کار بدی نکن، یه بار منفی داره. اما همیشه این شکلی نیست. وقتی افراد فعال جامعه هیپ هاپ رو می‌بینیم، اینا توی همون زمینه منفی کلمه حاشیه ازش استفاده میکنن که برای اشاره به موضوعایی که اهمیت ندارن یا اهمیت کمی دارن. یه جایی موضوع مهمه نه که کاملا بی اهمیت باشه، ولی ایده هستن که میخوان اون موضوع رو از اهمیت بندازن، از اهمیت ساقط کنن و اونجا هم به اون موضوع اسم حاشیه رو نسبت میدن. یه سری که این دایره فعال دورتر بشیم، جامعه مخاطب اصلی هیپ هاپ هم حاشیه رو دنبال میکنه، ولی یه جورایی شده گیلتی پلژر برای همه. و از اون طرف یه حاشیه دست دومی هست که واکنش دادن به حاشیه خودش میشه حاشیه. 150 بار کلمه حاشیه رو تو این 2 دقیقه گفتم، ولی بازم قرار بیشتر بگم. حالا یه ذره از این دایره باز دورتر بشیم، میرسیم به مخاطب عام. مخاطب حتی گذرا هم میشه همینجا حسابش کرد، ولی این مخاطب عامه که مصرف کننده اصلی حاشیه است. تولید کننده‌های مختلف و پیج‌های سوشال میدیا و خیلی از آرتیست‌ها مثلا الان تو این دوره جدیدی که از هیپ هاپ داریم می‌بینیم، اینو خوب درکش کردن، کامل فهمیدن این بحثو و سر تایم مناسبش که میشه آرتیست‌ها و تولید کننده‌ها میان با استفاده از همین حاشیه و تحت تاثیر دادن مخاطب عامی که مصرف کننده اصلی این حاشیه است، جریان رو به نفع خودشون اونجوری که میخوان تغییر میدن. اما هنوز موضوع بحث همونی که اول صحبت گفتم، معلوم نیست دقیقاً به چی میگیم حاشیه. یه مرز محو به خصوصی وجود داره که حاشیه چیه. وقتی میگیم حاشیه، یه ایده کلی همه دارن، اما تا وقتی راجع به زمینه‌ای که این حاشیه رو، این کلمه حاشیه رو داریم توش به کار میبریم صحبت نکنیم و اون رو شفاف نکنیم، میتونه خیلی چیزا ازش برداشت بشه. یه چنین کلمه‌هایی که میتونن اینجوری مفاهیم رو پوشش بدن و مرز مشخصی ندارن، بهشون میگن امبرلا ترم. واژه چتری، یا اگر بخوایم کامل برش گردونیم به فارسی، واژه جامع. اما این واژه‌های جامع اگر تعریف مشخصی توی نظر کسایی که دارن با هم ارتباط میگیرن نداشته باشه، باعث سوء برداشت و اختلال توی ارتباط برقرار کردن حالا آرتیستا، آدما، مخاطبا، کلا نحوه ارتباط گرفتن رو دچار اختلال میکنه. یکی از این واژه‌ها بریک دنس بوده. راجع به بریک دنس قبلا صحبت کردم، ولی ماجراش اینجاست که بریک دنس نمونه بارز این مدل واژه هاست. واژه‌ای که از روی بیسوادی رسانه تولید شده تا یک سری رقص به خصوص رو بیاد پوشش بده و بتونه بهشون اشاره کنه. این قضیه تا حدی جدی میشه که وقتی بی‌بویا میخوان همدیگه رو دیس کنن میگن یارو بریک دنسره. حالا اینکه چرا منفور شده، چرا اصلا اون زمان به خصوص دهه 80 از بریک دنس استفاده شد و چه تبعاتی داشت، بعداً شاید خیلی بیشتر راجع بهش حرف بزنم، ولی به عنوان مثال امبرلا ترم تا اینجاش کافیه. یکی از چیزایی که خیلی وقت به عنوان حاشیه بهش اشاره شده، روش‌های مختلفی که ازش استفاده میکنن تا توی مخاطبا هیجان ایجاد کنن. اسم اصلیش هایپ، اما خود هایپ یک امبرلا ترمه. هایپ از جاهای مختلفی میاد که یکم جلوتر راجبش تو دیتیل صحبت میکنیم، ولی همین که ایجاد جنجال کنی، جنجال بپا کنی، حالا توی شعر رپت باشه، توی تصویر کاری که رو دیوار بردی باشه، چه نظری باشه که راجب یه موضوع حساسی دادی، و حالا بحث باز زمانیش هم هست که کجا هایپ ایجاد کنی، هایپ درست کنی، بحث ریلیز آلبومه، بحث ایجاد انتظار برای همون آلبوم برای مخاطبه، یا حتی ساختن تاکید روی پرسوناست، تصویری که آرتیست از خودش، تصویر شخصیتی که آرتیست از خودش به نمایش میذاره. که این حالا بحث برندینگ و تثبیت اون تصویر توی ذهن مخاطبه که جلوتر بازم راجع به اینو صحبت می‌کنیم. اما یه بخش زیادی از این هایپ که بهش حاشیه هم میگن و این هم پوشانی هایپ و حاشیه است، هم بحث دو قطبیایی که توی رپ فارسی به وجود میاد. پوری هیپ هاپولوژیست، نمیدونم فلانی اون یکی، این یکی اون یکی. دو قطبیایی که مخاطب رو توی تعیین این قرار میده که طرف انتخاب کنن. این خودش یه جور هایپه که حالا خودش یه جور حاشیه است. یه چیز دیگه که هم هایپه، هم میتونه تولید هایپ کنه، هم میتونه به عنوان حاشیه بهش اشاره بشه، بحث گاسیپ و دراماه. گاسیپ هم خاله زنکه، از اسمش هم پیداست. چرا دوست دختر این زن اون وای نمیدونم این حرفو راجع به اون زد، اون این حرفو راجع به این زد. زندگی شخصی آرتیستا یه بخشش میشه بحث پرداختن به زندگی شخصی آرتیستا، یه بخشش برمیگرده به این بحث سابلیمینال دیس و اینکه یه جایی یه تیکه‌ای توی آهنگی به یکی غیر مستقیم انداخته شده. اما لزوما چیز بدی نیست. حالا همه اینا رو گفتیم، اما لزوما خود حاشیه یا حتی هایپ چیز بدی نیستن. خیلی از رسانه‌ها هستن که روی همین سرمایه‌گذاری میکنن. رسانه‌های بزرگی مثل هیپ هاپ دی ایکس، تی ام زی، ساختارشون و چیزی که پوشش میدن این گاسیپا و دراما هاست. حالا توی این آشش شده قلمکار ما یه واژه جامعه دیگه هم داریم، رسانه زرد، محتوای زرد. یه زمانی این انقدر زیاد شده بود و انقدر فضا رو تسخیر کرده بود که واقعا این نمیشد بهش گفت حاشیه، میشد مرکز ماجرا، مرکز چون هسته کار خیلی از رپرها اصلا همین بود. بیشتر از اینکه موزیک و آرتشون مطرح باشه، حاشیه هاشون بود که داشت دست به دست میشد. که بحث مقابله با این اومدن گفتن با رسانه‌ای که این حجم از خالص زنه رو پوشش میده، رسانه زرده و خود این محتوای زردیه. حالا اینکه چقدر دقیقه اون نیست و کاری ندارم، این یه بحث واسه یه جای دیگه، بحث اون هایپ حاشیه است. اما اگر اینو به عنوان یه چیز بد بهش نگاه نکنیم و به رسمیت بشناسیم که این مدل اخبار وجود داره، این مدل حرف‌ها وجود داره،
از اینا گاهن خیلی قصدی استفاده میشه، خیلی وقتا هم نه، خود حاشیه خود به خود به وجود میاد. ولی وقتی اینا رو به رسمیت بشناسیم که آقا این وجود داره، میتونیم درست بهش نگاه کنیم و به جای اینکه هی هولش بدیم عقب بگیم نه اخ پیف فلانه، اینو درست تماشاش کنیم، بشناسیمش و ازش استفاده کنیم. همونطور که خیلی الان فهمیدنش رو دارن ازش استفاده میکنن، مارکتینگ رو درست فهمیدن. خیلی از چیزایی که بهش میگه حاشیه رو پس تا اینجا فهمیدیم که چی میشه بهش گفت هایپ. و خیلی چیزا هم که ما به عنوان هایپ و تکنیکای مارکتینگ داره بهش نگاه میشه، ما داریم بهش میگیم حاشیه. حالا یه آکروبات بازی رسانه‌ای میتونه باشه این هایپ. حالا وقتی نگاه کنیم هایپ از کجا میاد، همپوشانیشون رو میتونیم بهتر درک کنیم. خود هایپ هم به عنوان یه واژه جامع، به عنوان یه آمبرلا ترم، حد و حدود اونقدر مشخصی نداره. ولی چون توی یه کانتکست جهانی داره ازش استفاده میشه، سریعتر شکل گرفته و حد و حدودش رو خیلی بیشتر از حاشیه مشخص کرده. و حالا ما توی فضای رپ فارسی، هیپ هاپ فارسی هم از هایپ استفاده میکنیم، هم از حاشیه. بعد این مثلا یه فرانکشتاین مفهومی تولید شده که واقعا شخصا تا این سختی داشتم بخوام مثلا این گرهشو باز کنم و تماشاش کنم. چون به اینجا اینجا توضیحش بدم. حالا ما خودمون کسایی که توی هیپ هاپ فعالان روی اون بحث زمینه صحبتی که هست میفهمن هایپ چیه، حاشیه چیه، منظور اون کسی که داره این حرفو میزنه از زدن این حرف چیه، از استفاده کردن از این کلمه چیه. اما وقتی مخاطب عام با این برخورد میکنه میگرخه و همین درک نکردنه توی دراز مدت میتونه باعث بشه که چی، از این آمبرلا ترما بیشتر تولید بشن و همینجوری مفاهیم گنگ و گنگ‌تر بشن. اما واقعا حالا هایپ چیه؟ راجع به حاشیه حرف زدیم، اما حالا ببینیم واقعا خود هایپ چیه. یکی از چیزایی که میتونه بهمون کمک کنه بفهمیم هایپ چیه، اینه که ببینیم خود هایپ از کجا میاد، چجوری تولید میشه، چجوری حفظ میشه، کوتاه مدتش چه شکلیه، بلند مدتش چه شکلیه. اولین چیزی که از هایپ به ذهنم میرسه سوشال مدیاست. یه بخش عظیمی از هایپ از سوشال مدیا میاد. چه شکلی؟ این شکلی که رپر، هنرمند، آرتیست توی سوشال مدیاها حضور داره. حالا میخواد اینستاگرام باشه، توییتر یا الان جدیدن ایکس یا تیک تاک و خیلی پلتفرم‌های خود یوتیوب. سوشال مدیا یه ابزار خیلی مهمه دست آرتیست که با استفاده از اون میاد چیکار میکنه، با مخاطبش در تماس باقی میمونه، یه حسی از در تماس بودن رو ایجاد میکنه و حالا اینجا مخاطب میتونه مستقیما با آرتیست محبوبش در تماس باشه. حالا چجوری با این پلتفرم‌ها هایپ درست میشه؟ تیزرایی که میدن بیرون، این مثلا چرا یه سری پشت صحنه همینجوری با یه سری آرتیست دیگه جمع شدن در یه کاری میکنن، یه استوری کوچیکی میذارن و حالا هر ابزاری که توی دستشونه و این پلتفرم‌ها در اختیار آرتیست قرار میدن که بتونه انتظار رو، حس انتظار رو توی مخاطبش ایجاد کنه و حفظ کنه. همین حس انتظار یه جور هایپه. یه جای دیگه‌ای که هایپ ازش میتونه بیاد بحث فیچرینگ و همکاری آرتیستاست. یکی بحث شهرت آرتیستایی که دارن با هم کار میکنن، چون هر کدوم از اینا میتونه یه جامعه مخاطبی داشته باشن و جامعه مخاطب اینا میاد با هم دیگه برخورد میکنه. یعنی اون که طرفدار مثلا آقای ایکس میتونه طرفدار آقای ایگرگ بشه و یه بخشش برمیگرده به تنوع طرفدارایی که هر کدوم از این آرتیستایی که دارن با هم همکاری میکنن دارن. خود اون ترکیب، خود اون خروجی کار باعث ایجاد هایپ میشه. اینکه مثلا وقتی دو تا آرتیست خیلی متفاوت با دو تا سبک خیلی متفاوت با هم میخوان همکاری کنن، خود این حس انتظار که این ترکیب اینا چه شکلی میخواد بشه هایپ. و اتفاقی که میفته جامعه مخاطب این آرتیستا با هم برخورد میکنن. حالا مثلا راجع به رپ که داریم صحبت میکنیم، خب مشخصه حالا کسی که داره رپ فارسی گوش میده یک سری آرتیست رو داره دنبال میکنه به صورت عمومی، ولی از اون طرف هر آرتیست مخاطب به خصوص خودش رو داره که این برخورد آرتیستا با هم دیگه و همکاریشون باعث میشه که چی، مخاطباشون رو به هم دیگه پاس بدن به نوعی و کامیونیتی بزرگتری رو شکل بدن. این خودش یه جور هایپه. یه جای دیگه که میتونه ازش هایپ بیاد بحث تکنیکای مارکتینگه. توی فضای جهانی خارج از ایران وظایف لیبل مشخصه و یکی از چیزایی که باعث میشه آرتیستا برن سمت کار کردن با لیبل‌های بزرگ همین منابع انسانیه که لیبل در اختیار آرتیست قرار میده. بحث متخصص‌هایی که لیبل در اختیار آرتیست قرار میده و یه سری از این متخصصا مشخصاً تخصصشون مارکتینگه که خب این بار خیلی زیادی رو دوش رپر برمی‌داره. ما جایگزینش رو اگه بخوایم توی ایران بهش نگاه کنیم، منیجرها تا حدی حالا به صورت دست و پا شکسته با منابع محدودی که دارن به عهده گرفتن و منیجر کسایی که اکثرا مارکتینگ میدونن یا حالا تجربه یاد گرفتن یه چیزی رو دارن یه جوری انجام میدن، لزوما مستقیما اون لیبل ترجمه نشده به منیجر این مثلا نقش ها و حالا یه سری اکت های به خصوص خودش رو داره. ولی از طرفی خود آرتیست توی استراتژی مارکتینگی که وجود داره بدون نقش نیست، یعنی خودش هم تعیین کننده است که چه جوری بشه. حالا یه بخشش برمیگرده به پرسونایی که ساخته که حالا اون دیکته میکنه از چه تکنیکایی استفاده کنن، از چه استراتژیایی استفاده کنن. یه سری چیزا واسه استراتژی عمومیه، مثلا چون اگه قرار آلبوم بیاد بیرون قطعا قبلش تبلیغ میکنن برای آلبوم. یا مثلا استاندارد جهانی که وجود داره قبل از انتشار آلبوم یه دونه دو تا لیست سینگل از خودمون آلبوم میدن بیرون که مخاطب بفهمه حالا هوای آلبوم چیه و چی رو میخواد دریافت کنه یا بخره. حالا چیزای دیگه هم هست، بحث تیزرها هست، بحث چون ترک لیست هست که مثلا میان ترک لیست رو منتشر میکنن، میان آلبوم آرت آلبوم منتشر میکنن و یه چیزی که خیلی تعیین کننده است توی این استراتژی‌ها بازخوردی که مخاطب داره میده و این بازخورد لزوما بازخورد مثبت نیست. یعنی یه جایی شما یه جنجالی وقتی به پا می‌کنی، وقتی باعث میشه آدمای زیادی راجبش حرف بزنن، مهم نیست حرف خوبی میزنن یا حرف بدی میزنن، وقتی جنجال به پا می‌کنی و راجبش صحبت میشه این نتیجه درستی گرفته و خود همینم هایپه. یه سری چیزا به صورت خیلی عمومی بین اینا وجود داره. بحث تکنیکای خیلی استریوتیپیکاله، مثلا کمپین‌های تبلیغاتی هست، مثلا همین تبلیغ قبل آلبوم که گفتم هست، لیست سینگل هست،
فروش مرچندایز هست، مثلا لباس، اکسسوار، هر چیزی، محصولات مرتبط با اون، حالا اثری که هست، آلبومی که هست، یا حالا کنسرتی که هست. بحث خود کنسرت خیلی مهمه و خود همین مرچندایز هم میاد چیکار میکنه؟ هایپ درست میکنه. خود این تکنیکا بیسیک هایپ تولید میکنه، ایجاد هیجان و انتظار میکنن در مخاطب. یکی از مهمترین کارخونه‌های تولید هایپ بحث اجراست که ما تو ایران متاسفانه اجرا رو به اون صورت نداریم. کنسرتی کلا کنسله، اجراهای زنده خیلی دست و پا شکسته رخ میده و خب خود کنسرت و دیدن اجرای رپر محبوب اون نزدیک یکی از حسرتای یک تو خیلی از ماست، این که مثلا بریم اونجا داد بزنیم، مثلا شعر محبوبمون رو، مثلا آهنگی که دوستش داریم و بعد مثلا کسایی هم که مثل ما اون آرتیست مورد علاقه‌شون کنارمونن، با هم داد میزنیم، با هم خوش میگذرونیم. و این فقط برای من مخاطب نیست، این خودش این همین هم هایپ، آقا این که کنار بقیه باشیم، آرتیست رو استیج باشه. ولی یکم ماجراهایی که در مورد رپ فارسی وجود داره اصلا همینه، نبودن اجراست. خیلی از شعرهایی که می‌بینیم، خیلی از ترکایی که بیرون میاد اصلا برای اجرا ساخته نشده. به خاطر همینه مثلا خیلی از اجراهای رپ فارسی که می‌بینیم، اون هایپ من مجبور هر چند ثانیه یه بار بیاد یه پانچین بذاره، یه ادلیب بذاره که یه فضایی بده برای نفسگیری رپر، یا حالا هر جوری که می‌خواد اجرا کنه، حالا هر بحثی که هست. و مسئلهش همینه که اون شعر، اون رپر هیچ فکر نمی‌کرده به اجرا برسه و به خاطر همینم شعرش مناسب با اجرا ننوشته. بحث این که خود مخاطبی که اونجا هست به صورت زنده توی سالونه بیاد با شعری که هست همخونی کنه، قابلیت همخونی و حفظ کردن شعرها اونقدر در نظر گرفته نمیشه تو رپ فارسی. و خب کل حرف اینه که این کم و دست و پا شکسته بودنش روی مسیر خلاقانه‌ای که آرتیست از ایده تا اجرا طی می‌کنه تاثیر گذاشته، روی کسب درآمدش تاثیر گذاشته، روی کیفیت زندگیش تاثیر گذاشته. خب این تو سالهای اخیر بهتر شده، ولی کارهای قدیمی‌تر رپ فارسی رو که گوش کنی، هر چقدر میری عقب‌تر این موضوع کاملا قابل لمس‌تره. و مهمترین چیزی این که آرتیست‌ها از دست همین هایپی که از اجراهای زنده به دست میاد. بعد فقط به کنسرت ختم نمیشه، بحث فستیوال هست، این که یک سری آرتیست جمع شدن، خیلی هایپ بزرگتری هم داره. و سوای فستیوالا اجراهای تلویزیونی هم مطرحه. ما اجرای تلویزیونی قابل توجهی هم نداریم، البته به جز اون چیز امیر خالد بونس کارنامه حساب نیست. و در کل اون اجرا و بازخورد مستقیم رو در روی رپر رو، من که رپر نیستم اشاره کردم به خودم، ولی بازخورد رپر رو مخاطبش، و حالا مثلا اینم که فیلم میگیرن، یه کلیپی وایرال میشه از یه کنسرتی، یا اکثرا رپرها یه اجرایی یا یه فری استایل، یه چیز به خصوصی میذارن توی اجراشون که فقط مال همون شب و همون اجرا باشه و این حسو توی مخاطب ایجاد کنه که یک چیز خاص رو با خودشون بردن از اون اجرا. این همش به دیده شدن آرتیست و تولید هایپ بیشتر خیلی کمک میکنه. حالا از همه اینا رد شدیم، میرسیم به جنجال و دراما. اون گاسیپ و دراما بود، این جنجال و دراما. جنجال یا کانتروورسی همیشه از قصد نیست. خیلی وقت اصلا خود آرتیست نقش مستقیمی توی شکل گیری اون جنجال نداشته. از طرف این بیشتر از اون که فکر کنید این جنجالی که اتفاق میفته تحریزی شده است. و جنجال درامایی که توی محیط کارهای آرتیست یا خود آرتیست اتفاق میفته میتونه هایپ درست کنه. ممکنه هایپ هم درست نکنه و به ضررش بشه، ولی میتونه هایپ درست کنه. یه بخشی از این جنجال میتونه مربوط به کشمکش بین آرتیستا باشه، دیس، سابلیمینال دیس و تیک انداختن، توییت زدن، یا فول تایم بیف، قشنگ بیف تا همه اینا میتونه تولید هایپ کنه. یه بخش دیگه این مدل جنجال هم از اینجا میاد که آرتیست این نظر جنجال برانگیزی داره روی موضوع حساسی، یا استفاده مثلا یه شعر یا لیریکسی توی کارش خیلی حساسیت برانگیزه، یا موزیک ویدیویی که اومده یه تصویر حساسیت برانگیزی داره باعث ایجاد جنجال میشه. یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، یه کاریه که آدم توقعش نداره مثلا یه چنین چیزی ببینه و همین غیر منتظره بودنش، همین سورپرایز بودنش باعث میشه که توجه عموم آدما رو جلب کنه و وایرال بشه و این خودش ایجاد هایپ میکنه. مثلا این موارد آخر رو که داشتم میگفتم قشنگ کانیه وست جلوی چشم بوده، یه شکلی مثلا خودشه، اصل جنس. کپی نخرید، خودتون هم ارزون نفروشید. بحث بعدیمون توی هایپ در مورد پرسونا و اصالت. یکی از مکانیزم‌های مهم هیپ هاپ از نظر من بحث سلف پروموشنه. خیلی فاکتورهای مختلفی این وسط هستن، ولی یه چیز کلی که وجود داره اینه که اگر خوب باشی دیده میشی و هیپ هاپ فرهنگیه که به اصالت ارزش قائله. یعنی اون مخاطبی که توی هیپ هاپ وجود داره و مخاطب هیپ هاپ و حالا آرتیستایی که هستن، قدیمیایی که هستن، جدیدایی که دارن، بیشترشون به بحث اصالت یه اهمیت ویژه‌ای میدن. و حالا این اصالت کنار اون پرسونایی که آرتیست داره ارائه میکنه، حالا کنار این اصالت پرسونایی که آرتیست داره ارائه میکنه، تو چشم مخاطب خیلی مهمه براش که این آرتیست از کجا اومده، چطوری زندگی کرده، قصه هاش چیه، چه چیزایی از سر گذرونده، چه چیزایی دیده، چه چیزایی شنیده و اون چیزی که داره تجسم میکنه از کجا میاد، حتی اگه موضوع خیلی ابستر است. و کلا هیپ هاپ فرهنگیه که به قصه ها اهمیت میده، قصه هایی که شنیدنی ان، قصه هایی که مخاطب میتونه باهاشون همزاد پنداری کنه و باهاشون ارتباط بگیره. همه توی هیپ هاپ از یه راوی خوب با یه روایت خوب خوششون میاد و بیشتر این قصه هایی که از خیابون میان از راه رپ به گوش شنوندهشون میرسن. و خب خیلی از افراد جامعه هستن که با اون شعرها ارتباط میگیرن و این ارتباط عمیق و عمیق‌تر میشه. یه جایی تجربه مشابهی حتی وجود داره، حالا این تجربه رو یا خود شخص تجربه کرده یا دیده. این قصه ها و اون پرسونا هر چقدر واقعی‌تر، حالا واقعی قابل لمس‌تر، نه لزوما حقیقت داشته باشه،
هر چقدر قابل لمس‌تر باشه وفاداری بیشتری توی مخاطب ایجاد میکنه و هایپ بیشتری رو از سمت مخاطب میتونه دریافت بکنه. عمر کار رو تضمین میکنه. یه قصه خوب باعث میشه که ترک شما خیلی بیشتر از خود شما حتی عمر کنه. اما یه چیزی هم که هست، نمیشه اینا رو فرمولیزه کرد. یعنی بگیم اوکی A رو داریم، مسیر رو تا B طی می‌کنیم و B رو به دست میاریم. نه، اینجوری نمیشه. ببینید تا یه جایی این جلو میبرتتون به عنوان یه تکنیک، به عنوان یه تا ابد نمیتونید نقش خیلی چیزا رو بازی کنید. فرمولیزه کردنش چیز درستی نیست. چه حالا هایپ بلند مدت باشه چه کوتاه مدت باشه، بیشتر بحث اینه که اون ارگانیک بودنشه. بیشتر چیزی که در موردش وجود داره و ارزشمندش میکنه بحث ارگانیک بودنشه، بحث طبیعی بودنشه. چون وقتی به عنوان آرتیست دارین و حرفت اون آرتیه که انجام میدی، کرافتیه که داری انجام میدی، اون ارگانیک و اورجینال بودنش خیلی تاثیر میذاره رو کیفیت بازخوردایی که وجود داره. بحث یه روز دو روز هم نیست، بحث کار یه عمره و نمیشه که 0 و 1 بهش نگاه کرد. وقتی یه چیزا به نظر من باید سپورت به مسیر و اون بازه‌هایی که از تاثیرگذاری میبینی رو تشخیص بدی و تاثیرت رو بذاری. مهمترین بحث هایپ گذاشتم آخرش، بحث ارتباط با مخاطب و ساختن کامیونیتی، ساختن یه فن بیس درست درمون و حفظ اون حس کامیونیتی که حالا تو محوریت موسیقی مورد علاقه این جامعه فنه، این جامعه مخاطبه. یکی از اون اساسی ترین چیزاییه که برای ایجاد و نگه داشتن هایپ بلند مدت ازش استفاده میشه. بیشتر آرتیستایی که به صورت مستمر با فناشون در ارتباطن و به فیدبکاشون اهمیت میدن و طرفداراشون رو از اون پروسه خلاقانه‌شون حذف نمیکنن، طرفدارای خیلی وفادارتری دارن و اون جامعه مخاطبشون خیلی خوش‌ذوق‌تر، پرشورتره و نسبت به اون رپر خیلی وفادارتره. راجع به حاشیه حرف زدیم، راجع به هایپ هم صحبت کردیم و تا جایی که میتونستم سعی کردم واضح پوششش بدم. اما اینم در نظر داشته باشید که خود موضوع واضح نیست. جفتشون آمبرلا ترمن، جفتشون مرز و حدود مشخصی ندارن، اشتراکات زیادی دارن، در این حال تفاوت هم دارن با هم دیگه. اما به نظر من هایپ کلمه بهتری از حاشیه. چون اولا توی زمینه جهانی داره ازش استفاده میشه و خب این برقراری ارتباط رو راحت‌تر می‌کنه. طبیعتاً شما وقتی راجع به هایپ صحبت کنید، یه کسی که داره چون رپ یوکی گوش میده یا رپ آمریکا گوش میده هم هایپ رو به سادگی میفهمه وقتی میگه مثلا در مورد فلان چیز خیلی هایپ به وجود اومده تو جامعه مخاطب، اون متوجه میشه، اون خیلی بهتر میفهمه. دمتون گرم که تا اینجا دیدید، دمتون گرم که شنیدید، خیلی چشید. تا یه قسمت دیگه